بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم برای ما هدایت میده. الله متعال صحابه‌ای که جانای خود فدای دین الله میکرد میدید که چقدر نیازمندی برای انفاق فی سبیل الله است. امکانات مجاهد بدون انفاق فی سبیل الله نمیشه. مقابله با دشمن، تیار کردن اسلحه، امکانات، جور کردن مراکز دینی برای فهم مردم، تعلیم مردم بدون انفاق فی سبیل الله نمیشه. ما پارسال 15 موتر برای دوره تفسیر خود گرفته بودیم، امسال 5 موتر نداریم. چرا؟ امکانات نیست. اگر در یک دوره تفسیری ما 1000 خواهر میآید، امسال 300 خواهر، 200 خواهر میآید. چرا؟ امکانات وجود نداره. قرآن کریم به می اهمیت موضوع اشاره میکنه، میگه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. مسلمان الله خطاب میکنه که مردم در راه الله مصرف کنه. ضرورت پیدا میشه بدانه مراکز دعوت به سوی بیدینی چقدر زیاد است، اما برای دین الله دمی زمستان که اولاد ما در کوچه ها بازی میکنه، وقت ضایع میکنه، آیا یک مرکز درس قرآن و عقیده و حدیث پیدا نمیشه که برش بروه استفاده عظیم بکنه؟ به امکانات ضرورت داره. به امکانات نمیشه. جای ضرورت داره، استاد ضرورت داره، رفتن ضرورت داره. ما تمرکز تنها به خواهرها موتر میگیریم. چرا؟ مادراست اولاد خود ان شاء الله آینده یک مدرسه بزرگ است تربیت میکنه. به مردم ما نمیگیریم، میتونه خود در یک مرکز برسونه. به خواهرای سهولت در کل عمر حاصل نشده. لیکن ما نمیتونیم امسال. چرا؟ امکانات وجود نداره. یک امکانات وجود نداره. صحابه کرام شایق است مال خود مصرف کنه. خب ما واری نیست که مطلقی در دلش چیزی بگرده، هر جایی که دلش هست باید مصرف بکنه مال خود. و در پیش کسی که خبیر است، کسی که معلومات کافی در این مورد و در این ساحه داره، نزد از او مراجعه میکنه. کی میگه که خیرات بد است؟ یک آدم چوپان هم میفهمه، کافر هم میفهمه که به کسی دادن این کاری درست است، اما صحابه مطلقی دادن نمیکنه. صحابه مراجعه به رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه، سوال میکنه و یسألونک ماذا ینفقون. از تو سوال داره چی چیزا مصرف کنه، چی چیزا مصرف کنه، کدام مال مصرف کنه. الله متعال جواب میده. و پیغمبر علیه السلام میگه که از تو سوال میکنه قل برش بگو ما انفقتم من خیر. چیزی را که شما مصرف میکنی از خیر. مال خیر است. خیر مال خیر است. کی خیر است؟ که از طریق حلال کمایی کنی. کی خیر است؟ که در جای سخت مناسب، در موقع ضرورت، برای زنده کردن احکام دین، برای تقویت جبهات اسلام، چی فرهنگی باشه چی فیزیکی باشه، در اوجه تو مصرف بکنی، فی سبیل الله باشه. میگه مال خیر گفته قرآن، قل ما انفقتم من خیر. آن چیزی را که مصرف میکنه سوال از این نکنی که کدام نوع مال مصرف کنی، پیسه یا اسب یا غله یا دانه یا میوه یا کالا، پشت از این گپا نگردی. متوجه به این گپ باشه که کجا مصرف کنی. این گپ مهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مدرسه که در سر تپه خوجه بغرا قرار داره، پوستی کچالو، سر خوجه بغرای جدید. خوجه بغرای جدید
و اینجا الحمدلله توسط کوشش و محنت یک تعداد از خواهرایی که از قرآن الهام گرفتن، از درس قرآن استفاده کردن الحمدلله، اما درد و احساس دینی که برشان پیدا شده بود در این طور جای مدرسه را جور کردن. الله متعال صاحب خانه را اجر بده که اینطور موقع را به خواهرای ما مساعد کرده. این شاگردای امی مدرسه است از یک صنفشان که با یک تنی از ایشان ما یک مصاحبه میکنیم. اول اسمتان معرفی کنید. اسم فردین. ولدی؟ نیک محمد. از کجا هستین؟ وطن. وطن. از گلبهار. گلبهار. ماشاءالله. مکتب رو میخونی؟ خب اینجا در مدرسه میی؟ بله. ماشاءالله. در مدرسه چی میخونی؟ قرآن کریم و مضامینای دیگر را میخونی. ماشاءالله. دینی را. دینی. خب بسیار خوب. حالی تو چی احساس داری که اینجا در درس میی؟ چیزی یاد گرفتی؟ بسیار چیزا یاد گرفتیم. وقتی که جا آمدیم و کوشش میکنیم دیگه هم چیزا یاد ماشاءالله. شما کتاب محفوظات نمیخوانی؟ میخوانی. خب ما را الله برای چی پیدا کرده؟ به خاطر عبادت و بندگی. ای خودش ماشاءالله. دلیلم تیر کرده میتونی؟ چی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را فقط به خاطر عبادت و بندگی خودم آفریدم. یعنی الله متعال ما را برای عبادت خود پیدا کرده که عبادت الله را بکنیم. صحیح است؟ چقدر خوب. خب شرک چند قسم است؟ آفرین. کدامیتان گفتن؟ دو قسم. آفرین. کدام؟ آفرین. شرک اکبر، شرک اکبر، شرک اصغر. ماشاءالله. الله برات اجر بده. جزاکم الله خیرا. خواهر بهشته، شما اگر خود معرفی کنی برای ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما مدیر مسئول مدرسه زید بن حارثه می باشم و تقریبا توانستیم تا حدی که در توانم بوده زحمت کشیدیم و همچنان استادا و همراه با ما برادر عزیز ما همچنان در این میان کمکی داشته و تا حدی که توانستیم که این مدرسه را پیش ببریم و برادرها و خواهرای خود را به طرف دین اسلام سوق بدیم و به طرف توحید و یگانگی. البته ما قبل از این خواهرای ما و برادرای ما که از دین خود یعنی به طور کامل آگاهی نداشتن، به طور یعنی خرافات و بدعات در البته دمیت منطقه وجود داشته که فعلا بعضش وجود داره، البته او هم به اثر امی نادانی ها. تنها فقط نامتان بگیری، اسمتان؟ اسمم بهشته هست و مدیر مسئول مدرسه زید بن حارثه. خواهر بهشته، شما امی فکر و امی درد از کجا آموختی که در صدد ازی شده که در سر تپه کو خیلی دور با این مردمی که غریب هستند در اینجا خانه جور کردن؟ این فکر براتون پیدا شد که باید یک حلقه درس دینی داشته باشی، از قرآن، از تجوید و از ناظره، از عقاید؟ زنده باشین. ما قبل از این که به دین یعنی روی خود را بگردانم، از دین آگاه باشم، خودم هم از جمله کسایی بودم که یعنی از دین غافل بودم، آگاهی نداشتم و بسیاری از خرافات را انجام میدادم. وقتی که من به دین رجوع کردم، به توحید و یگانگی الله متعال رجوع کردم، از علم و عقاید دینی خود آگاه شدم، بعد از اون من هم خواستم که یک حلقه دینی داشته باشیم، یک مدرسه را باز کنم تا چیزهایی که خودم آموختیم برای دیگران برسانم، چون احساس مسلمان بودنم و من حیث یک مسلمان ای بر من اجازه نداد که چیزی را که آموختیم بر دیگران نرسانم. ماشاءالله. خواهر بهشته، در اینجا شما چند صنف دارید؟ تقریبا 6 صنف داریم که هم تایم صبح می باشه و هم تایم پیشین. تعداد شاگردایتان در چند میرسه؟ تعداد شاگردای ما تا 100 میرسه. 100 میرسه. تقریبا 100. حالی خب ما که میبینیم این تقریبا خیلی زیاد از 150 تقریبا اضافه شد معلوم میشه. شما شاگردای ذکور و اناث داری و این تیم بعد از پیشین است؟ بله، ذکور و اناث. این صنف طبقه اناث هست. بله. اینی خواهرای گرامی هستند که در این صنف قرار دارن، الحمدلله بسیار با شوق میاین درس میخوانن. یکی از جمله شاگردای خواهرا میتونن یک چند گپ قطعش بزنیم، البته پسانتر؟ بله، چرا نه. سوال دیگه ما ایست که
شما چند استاد هستی که در اینجا تدریس میکنید؟ تقریبا 6 استاد هستیم که اینجا تدریس ماشاءالله. امیار 6 استاد شما در ترجمه هم شریک میشه، در ترجمه هایی که در شهر نو میشه؟ بله درس استاد. حدیث. خب قبلا هم شما در ترجمه شریک شدی؟ بله قبلا هم استاد درس. ماشاءالله. 6 استاد هستی. معاش دارین شما؟ نه خیر استاد، معاش نداریم و تا فعلا هم مرجع وجود نداشته که بر ما کمک کنه. الحمدلله. الله براتون اجر بده. زنده باشه. اسم ما نیک محمد، خانواده امی مدرسه هستیم و همچنان خانه مدرسه از شماست؟ خانه مدرسه از ماست و همچنان رئیس مدرسه به سلام مدیر مسئول شناس در از اونا قرار دارم. از وطن اصلی ما ولسوالی گلبهار ولایت پروان، مسکونه ناحیه 15 ما خیرخانه می باشم. ماشاءالله. خب شما از این خانه هایتان کرایه میگیری؟ ما فقط خاص برای پروردگار و به خاطر برآورده های آرزوی ما که است که مردم از بیراحت درای دین سوق داده شوند، خاص برای پروردگار هر کس میتونه سوال کنه که ما کرایه نداریم. استادایم 6 نفر هستند تا هنوز از هیچ مرجع نه از رسمی و نه از دولتی حمایت نشدین، معاش ندارن. اکثر شاگردای ما که فقط طوری است که بلایوز هستند، تقریبا اکثریت زیادش یک تعداد بسیار محدودش اگر فیس میده اون هم به خاطر مصرف امی استادایم به مصرف میرسه. چیزایی که در مدرسه سے میبینین از قبیل فرش، تخته، میز، چوکی، این چیزایی است که خاص برای پروردگار از طرف خود ما کمک شده است. دیگه تا فعلا از هیچ مرجع ما کمک نقدی یا جنسی. الله متعال براتون اجر بده. شما چی انگیزه داری از این خواهرایی که اینجا درس میدن؟ شما خواهرها چطور هستن؟ فعالیت میکنن؟ ان شاء الله لله الحمدلله الحمد. ما اولا از پروردگار خود راضی هستیم که اینا با ما یک جا شدن و با ما هم شریک شدن تا بتوانند که در خیر و صلاح و در پیشبرد امورات دینی با ما هم نوا باشند. لله الحمد. تا فعلا هیچ نوع مشکل انشاءالله بر نخوردیم. من بعدم انشاءالله به کمک پروردگار ما میتونیم که متعال شما را کامیاب داشته باشه. ماشاءالله. خواهر گرامی شما شاگردی مدرسه است؟ بله. مدرسه است. اسمتون رو معرفی کنید؟ اسمم سمیرا ولد آجیداد خود. ماشاءالله. شما چقدر وقت میشه که در این مدرسه میایید؟ 1 سال شده که در این مدرسه. 1 سال. ماشاءالله. چی برداشت داری از این مدرسه؟ براتون خوب است؟ چیزی آموختی؟ خیلی ضرورت است مدرسه براتون نیکی یا نیست؟ ما آمدیم در این مدرسه به خاطر درس بخوانیم، همه چیزا یاد گرفتیم. ماشاءالله. یعنی شما پس از اینکه در مدرسه نبودید و حالی در مدرسه آمدید، چی تغییر و فرقی آمده؟ بله بسیار تغییر آمده. وقتی که ما مدرسه نمی آمدیم بسیار از دین آگاهی نداشتیم. وقتی که مدرسه نمازتون درست نبود و همچنان خرافات همه چیز انجام میدادید. با آمدن مدرسه الحمدلله همه گپایتون جور شد. بله. و دیگه آرزو داری که درس ادامه بدین دیگه. بله. تا که از دینتون خوب معلومات داشته باشه. بله. الله براتون اجر بده. جزاکم الله خیرا. از محفوظات که برای تدریس امی خواهرها و برادرایی که برداشتی کتاب دارن، ما برای مدرسه زید بن حارثه کمک آوردیم. البته این کمک ها ان شاء الله توسط بعضی خواهرایی که در بیرون خارج از مملکت ما زندگی میکنه اما درد و احساس دین دارن. خواهر لیلا که در هلند می باشه، خواهر ماریا غفار که در انگلستان می باشه و همچنان خواهر دیگه ماست که به نام عفیف نور در جرمنی هستند و همچنان دوستا و خواهرای دیگری که ما داریم. هر کدامشان الحمدلله احساس دارن که اگر بتوانند که اولاد وطن ما و شما را خصوصا اون طبقات مظلوم و غریبی که دسترسی به خریدن کتاب و وسایل تعلیمی ندارن و کمک میکنن، الله متعال برشان اجر جزیل نصیب بکنه که همین درد و احساس دارن و همچنان هم مساعدت و کمک با همین خواهرایی که اینجا درد و احساس دین داره با یا بکنن که بتوانن همین اولاد وطن ما و شما را آراسته به معقیده صحیح قرآن و سنت بتوانن و مردم ما از خرافات و شرک و بدعت و همه معصیت ها محفوظ و مسئول بمانه.
ما به همه دوستای خود که در خارج و داخل زندگی میکنه خواهش ما این است که یگانه نیاز مردم افغانستان ما که چون بی بضاعت هستند، توانمندی پیشبرد درسای خود نداره و همچنان نمیتوانند دسترسی پیدا بکنه به وسایل دیگری، همچون مراکز و حلقات که توسط برادران و خواهرای ما در گوشه و کنار این مملکت ایجاد میشه، همیار را مساعدت بکنه، کمک بکنن و خود از سهیم با دینمی اجر عظیم بسازن. الله متعال همه را از خصوصا از ما حول استازایشان تشکری میکنیم که الله متعال جزای خیر برشان نصیب کنه و او کسایی که مساعدت کردن الله متعال صدقهشان در دربار خود قبول کرده، در روز آخرت الله وسیله نجاتشان بگردانه. این 6 تن از خواهرای گرامی ما که الله متعال در عمرشان برکت زیاد نصیب بکنه و الله متعال توفیق دعوت دین دیگه هم نصیبشان بکنه که در اینمی طور دیار غربت و در حالتی که مردم از هیچ چیز آگاهی نداره، از زحمات خود توانستن اینجا مدرسه را بنا بگذارن و خواهرها و برادرها در اینجا تعلیم میابند، چون یا خاص به خاطر رضای الله متعال هیچ نوع طمع توقع از کسی نداشته و نه در فکر هستند که کسی برش کمک بکنه، فقط کمک خود از الله متعال خواسته و درس لله فی الله برای رضای الله داده. الله توفیق مزید دیگه هم نصیبشان بکنه. ارشششان یکی از جمله اینمی خواهرای مدرسین امی مدرسه هستند. جزاکم الله خیرا.